مدیریت خانه‌داری، مدیر خانه، رئیس خانه، مدیر خانه، زنان و بانوان خانه، کمک شوهر به زحمات ناشی از عوارض فرزند آوری، عدم تحمیل کارهای خانه به زن، تحمیل نباید باشه. قدردانی از این که با وجود درآمدهای ناکافی زنها خانه رو میچرخونن. شما ملاحظه کنید این نکته رو کمتر بهش توجه میکنیم ما. درآمد مرد مثلا درآمد اداری ثابت داره، اجناس گران میشه، اما خونه میچرخه، سر زور غذا حاضره. کی این کارو میکنه؟ کدوم هنرمندی است که خانه رو میچرخانه؟